سلام دوستان، خوش اومدیم به ویدیو. من مستر سید هستم. آقا امروز اومدیم بریم برای دومین گیم پلیمون، اونم در مپ لون ولف. آقا خوشحال میشم یه لایک و یه کامنت بذارید برای حمایت کردن من، چون واقعا نیازی نیست که چیز کنید، سابم کنید. یه لایک یه کامنت بذارید، خیلی روحیه میده به من که بتونم در ادامه فعالیت های بیشتری بکنم و در خدمتتون باشم. منم یه یوتیوبر تازه کارم. بزن بریم برای دومین گیم پلیمون. برو بریم آقا، برو بریم. یس، قشنگ به موقع آجی استارت شد. فقط آجی رفت نخور. اوکی، اینو بذارم بالا، آجی اذیتم میکنه. چیزم خودمم دوستان، ادیتورم خودمم. باورتون نشه هنوز ادیتور پیدا نکردم. منی که دارم فعالیت میکنم در یوتیوب، خودم ادیت میزنم. تا جلوتر بریم ادیتورم گیر میاد دوستان. فقط سنسی که گیر نمیاد. یا اول فاز این اولین تیر. یا خدا خودش فشار نده. دمت گرم. بابا این داره منو میکنه، چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. به خدا داداش من نوبم. داداش بیاید منو بزن. نه اسکوشی نکن. وایسا داداش، یه لحظه وایسا. ما متکیک بزنی. متکیک بزن داداش. آقا بیا. اوخ ببخشید آجی، فکر میخوای راه بری. آقا ببخشید شرمنده آجی. این مچو به نامردی گرفتیم. طرف میخواست متکیک بزنه. ما فکر کردم میخواد فایت بده، نمیدونستم میخواد بیاد بیرون. داداش یا اول فر ای داداش کمپری اوجی. چرا امروز همه تیرام هیده؟ به قرآن آجی چیت نه. بازم ممنون میشم، واقعا دارم میگم ممنون میشم دوستان. یه لایک یه کامنت ها نکنید. اگرم میکنید که خیلی به من میتونید روحیه بدید، چون برای فعالیت کردن آجی نیاز به لایک و کامنت دارم. بزن بریم آجی. واقعا مرسی و واقعا متشکرم که برید منو ساب میکنید. داداش رفیق ما ناصر داداش ایرانی، بوس به کلت. واقعا میگم دوستان، با ساب کردنتون خیلی به من روحیه میدید. لایک و کامنت هم واقعا روحیه خوبی برای فعالیت داشت. آجی هده من که دو نفری نداری. اوه آجی هدم پرید. آجی وست کش شدم دوستان. او داداشمونم اوکی یه بازیش. بزن داداش ناصر، داداش ایرانی بزن. یا اول فضل بک اومد. نه آجی رو وان شات آجی. دوست دارم، فقط این حریف یارش خیلی وست میزنه و دوست داره فقط زوم کنه. خودتون فایت بدید آجی. اون دخالت کنه وست میزنه. نه زنش داره متکیک میزنه. بی شرف. اینم هید. نه رست خود میدونستم. حالی داشت. خب 4 راند بازی کردیم، 3 راند ما بردیم، 1 راندونه. ادیتور خودم دوستان، پشمان.
نترسید دوستان، براتون یه ادیتور پیدا میکنم و واقعا هم باید پیدا کنم. یا اول داداش بزنش داداش. ناصر داداش کجا رفتی؟ کی این گانا فشاری رو برداشت؟ فکر کنم خورده داداش ناصرمون. دوستان بازم میگم با لایک و کامنتاتون خیلی به من روحیه میدید. حتما لایک کنید دوستان، کامنت بذارید، سابم که اگه کردین خیلی میتونید به من روحیه بدین برای ادامه دادن فعالیتمون. واقعا دوستان ادیتورم سعی میکنم ادیت ها رو خوب بزنم و کلا فعالیت باجی من زبونم گرفت، فعالیت میکنیم دیگه دوستان. انشالله یه ادیتور خوبم حداقل از من ریده تر نباشه دیگه. ریده تر نباشه، خوبترم زیاد نیست ولی اوکیه. یه ادیتور پیدا میکنم بالاخره. شما فقط دمتون گرم روحیه بدید. من این داشمون فایتمون شده اینجا. جلیلی تو بردیم داداش ناصر، همکاری بمونا. آقا این راندم گرفتیم ازشون. وودپکر داداشم وانشات. ریدی. خب اون رفیق وست زنش داداش یو ام پی گیرش میکنه میزنه دمیجا رو آجی. چقدر دمیج. داداشمونی هد منو بیا اصلا تو بزن. حبت نداشتیم مامان. نزن تو رو خدا، نزن پامو. خیلی لطف کردی. نه 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 تو رو جون مادرت نزن. تو رو خدا تا الان که خوب بودی با ما، واقعا خیلی نامردی کردی داداش ناصر. ترتیبش رو حیف که دست آخره اگه ببریم، وگرنه دست سوم بود دیگه دشمنی ها شروع شد دیگه. تو حتی متکی کم جلوم بزنی زدمت. تو شروع داداش ناصر میخوابی. بذار داداش خط تو گرفتم. چرا آخه نمیای؟ تو که برام نخوردی. چرا؟ یکم لاشی بازی؟ نه حاجی میترسم. حاجی چرا من اینقدر میترسم؟ آها کونت پاره است. خب الان دیگه کونه من لیزت تو زنم حاجی. حاجی چجوری آقا از مستر سعید شدم مستر سعید وست شات. نمیدونم آقا. بازم دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید و واقعا متشکرم. دمتون گرم. تا ویدیو دیگه بدرود.